کپک پرنده زیبا و خوش‌آواز میباشد. با همین جهت به نورعلی این ساکن ناحیه واسه نگاهبین و پرورش این پرنده یکی از شغل‌های بیرون از کاری او گشته است. رنگ فرزندم دوستش می‌دارم. خوبیش هم یکی یک گوش میتیافر میگرده یا قد میکنه خسان میشه. ناسترینو سوز میشه. بخشیده به روز بین المللی حفظ محیط زیست در ناحیه واسه بخشیده به این جشنواره که در باغ فرهنگی استراحتی مرکز ناحیه همایش ایدانه اعلان گردید و نورعلی که اشتراکچی این چهاره‌بینی بود، ذوق و محبت او نسبت به این پرنده توجه اشتراکچیان و متصدیان این همایش اکولوژی را به خود جلب نمودند. کپک پرنده زیباترین در طبیعت جمهوری ترکستان به شمار می رود. برابر دیگر پرندگانی که در کوهسارهای تاجیکستان تل و تپه ها زندگی به سر میبرد، در بین آنها پرنده کپک به یک حساب اگر بیم عروس کوهستان که برای آرام کردن عصب در همه خاندان اگر همه چیز یک صدا بوده و دیگر نغمه سرایی کنه، اگر این بهترین آوازی که به گوش ما مثلا میرسه. ما که زاده کوهستانیم با این پرنده بسیار دلداده ایم. اصلا در طبیعت باید باشد. ما بعضا عقیده ها هست که کپک اگر پرنده را در درون همه سیتکا محکم کنیم این بر قول بعضی کلانو گناه هم است. نه که اگر پرنده در همون خاندان باشد و در هوای کشاد باشد و در گرد و اطراف تل و تپه باشد، ما عموما از وی لذت میبریم، حتی سلامتی خودمون باور که خطره باشد برقرار میکنیم. در این همایش که تحت عنوان طبیعت خانه ماست آن را باید حفظ نمود، نورسان اشتراکچیان آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من با این گونه رسم ها نمونه های کارهایشان که زیبایی محیط طبیعت کشور عزیزمان را انعکاس می نمودند شرکت ورزیدند. آنهایی که در این چهاره‌بینی اشتراک نمودند هوسمند گردانیده شدند. از نام شعبه حفظ محیط زیست در ناحیه واسه به بهترین ها مکافات و سپاسنامه تقدیم کرده شدند. گزارش خواجه نظریف، خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.